من رفتم حموم که یه کمی ریفرش بشم، بتونم بیشتر زبان بخونم. بعد یهو نگاه کردم دیدم تو گروه ایرانیای شهرمون یادبود مهسا گذاشتن. واسه همین با این که اصلا پلن قبلی نداشتم که برم، یا مثلا یعنی خب دارم واسه زبان میخونم و کلا هم 3-4 روز مونده تا امتحانم، اینجوری بودم که فقط بشنم درس بخونم تایمای اضافه‌مو که نمیرم سر کار. ولی یهو شد که تصمیم گرفتم آره این نباید اینجا باشه. تصمیم گرفتم که حاضرشم و شب رو برم واسه یادبود مهسا. امیدوارم زود برسم بتونم شم هم بخرم. اگر که به موقع برسم خیلی خوب میشه، بتونم شم بگیرم. اگه نیم ساعت زودتر برم فکر میکنم تقریبا به موقع برسم. این از این داستان. اوی موام خیلی خیسن و دیگه الان پاییز شده، نمیشه اونقدری چی میگن لخت و پتی رفتش بیرون، مخصوصا من که خیلی سرماییم. حالا بذارید ببینم چی کار میشه کرد. فکر نمی کنم فیلم بگیرم از مراسم. شاید هم فیلم بگیرم از، یعنی یه ذره کوچولویی فقط از اون قسمت یادبودش مثلا فیلم بگیرم. این همیشه خدا این چرخیده 1000 دور توی دور خودش و خیلی سخت میشه ازش استفاده کرد. وقتی سیمش چندین دور خودش پیچیده نمیتونی بکشی سمت خوده. آره و من فکر میکنم آخرین باری که ساعت رو نگاه کردم، من دیگه چون دارم ویدیو میگیرم نمیتونم ساعت رو نگاه کنم، ساعت مچی کنم که خراب شدش با اجازهتون. بنابراین اصلا نمیدونم ساعت چند. آخرین باری که نگاه کردم تقریبا 1 رو به من با 7:30 از خونه راه بیفتم. حالا نمیدونم موامو خوش کنم و حاضر شم دیگه تون. پس بزن بریم. وسط خوش کردن بودم، هنوز خیلی دیگه خوشی. یادم افتاد که سراممو نزدم، گفتم بذار اول سراممو بزنم بعد ادامه بدم به خوش کردن. آره خلاصه این که امیدوارم که امتحانم خوب بدم. یه وقتایی امتحانو که میدم، حالا من سعی میکنم این ویدیو رو پست کنم قبل از اینکه برم امتحان بدم، ولی یه وقتی که امتحانو میدم مثلا 8 و 9 میشم، یه وقتای 6 میشم. یعنی بستگی به خود اون امتحانه داره که مثلا ماکه داره در واقع که من اون امتحان رو خوب میشم یا اینکه مثلا 6 و 7 میشم یا اینکه مثلا 8 و 9 میشم. حالا امروز قبل از اینکه شروع کنم دوباره یه امتحان ریدینگ دادم. امروز کلا 2 تا امتحان ریدینگ دادم امروز که یکیشو شدم 8 که خب عادی بود، یعنی دیگه الان اوریج 8 تقریبا بعضی وقتا. یکیشو الان شدم 10 و 11. البته احساس میکنم اینو قبلا مثلا یه ماه پیش تقریبا این امتحان داده بودم، ولی خب هیچ از گزینه‌ها یادم نبود، بیشتر از کانسپت داستان امتحان یعنی در واقع یادم بودش. کلا به نظرم امیدوارم، یعنی به نظرم که امیدوارم که بتونم 9 بیارم. ولی یعنی توی امتحان خب این عجله‌ای که تو خونه هست، من تو خونه میدونی آدم ذهنش درگیر چیزای دیگه هستش، مثلا غذا بخورم. ولی تو امتحان غذا بخورم، مثلا برم قهوه چیز کنم، نمیدونم لباسا رو چیز کنم، اتاقم چقدر نامرتبه، میدونی من از اینجور کارا چون مجبور نیستم که بشینم پای لپتاپم امتحانو بدم، خب یه کمی پرش ذهنی دارم. ولی احساس میکنم توی امتحان من آدمی نیستم که مثلا خیلی استرس بگیرم واسه یه امتحانی. اما استرس پولشو دارم چون خیلی گرونه. ولی آره بیشتر الان یعنی فکر میکنم توی امتحان بتونم تمرکز بیشتری داشته باشم. اگه سوالا فضایی سخت نباشه احتمال 50% میتونم 9 بیارم. ولی دیگه امید نهاییم به 8، چون واقعا نیازه که این نمره 9 رو بیاریم. ولی خب حالا 8 هم بدک نیست واسه شروع. میتونیم با این در واقع 7 که مینیمومشه که باید داشته باشی برای اینکه بتونی مثلا ورک پرمیت بگیری و وارد حالا پروسه پیار بشی.
ولی خب 8 مثلا یه امتیاز 4 امتیاز بیشتر داره، فکر کنم 9 6 امتیاز بیشتر داره. خب اگر مثلا من اینا رو داشته باشم خب خیلی میتونه کمک کننده تر باشه داستان بهم. خلاصه داستان اینطوری. حالا من برم بقیه موامو خوش کنم که یکم این سرم رو زدم، بعدش دیگه تون حاضر شیم که بریم. باز هم همچنان موام خیسه، دلم میخواد موامو باز بذارم. آره احساس میکنم موامو باز بذارم یه نمادی از آزادی هستش. نمیدونم، شاید اصلا من معنی خاصی نداشته باشه، ولی احساس میکنم باز بودن مو میتونه یه کمی ربط داشته باشه به کانسپت کاری که میخوایم بکنیم و بریم و یاد بود داشته باشیم. یه مدتی بذارید من اینو بگم، شاید الان یک عالمه اگر که این ویدیو دیده بشه توسط افراد خیلی زیادی ممکنه حتی هیت بگیره اگه این حرفو بزنم، ولی خب من یه مدت خیلی، حالا نمیگم خیلی زیاد، ولی یه مدتی اینجوری بودم که خب مردم وقتی خودشون میخوان که اینطوری باشون برخورد بشه، بر بلای سرشون بیاد حقشونه. و کسی که میتونه از ایران بره مثل من مثلا، حالا من با دلیل سیاسی که نرفتم، ولی خب مثل من مثلا میتونه بره خودشون نجات داده، رفته نوش جونش، و بقیه هم با خودشون رو نجات بدن اگر که واقعا ناراضیان از این داستان. ولی بعدا در واقع یک مقدار دیدگاه هم دقت کنید، اصلا سوشال میدیا خیلی دیدگاه شما رو تغییر میده، یعنی سمت و سوی تغییر شاید نده، جهت میده به دیدگاه شما. سوشال میدیا خیلی روی افکارت لحظه ای تاثیر داره و فکر میکنم این بخشی که براتون توضیح دادم واقعا یک بخشیش تاثیر سوشال میدیا و توییتر بود که من، حالا الان شده ایکس، توییتر یا همون ایکس بودش که مثلا من خیلی دنبالش میکردم. الان اینجوری هم که اصلا قلبم فشرده میشه با هر یه ویدیوی خیلی کوچیک، با هر یه پیام خیلی کوچیک، با هر یک یادآوری خیلی کوچیکی که از اتفاقاتی که وقتی ایران بودم افتاده بود. و خب مثلا منم خیلی وقتا میرفتم و یه سری کارا میکردم، یه سری جنبش های کوچولو که حتی از سال 88 با وجود 14 سال سن، 14 سالم بود، امیدوارم 14 سالم بوده باشه، 88 آره 14 سالم بود، با وجود 14 سال سن یه سری کارا از همون موقع میکردم. و سر مثلا مهسا امینی هم که خب این اتفاق افتاد و جنبش خیلی بزرگی اتفاق افتاد توی ایرانم، با اینکه واقعا وحشتناک بود، ولی خب یعنی اون روزا وحشتناک بود توی خیابون، ولی با این حال بدون روسری ما میرفتیم بیرون. الان که خیلی آزاد شده گویا با توجه به ویدیوها و شنیده ها میشنوم، اصلا دیگه مثلا مثل 401 هم نیست ایران، خیلی آزادتر شده و همون یه ذره کوچولو شجاعت ها بود که ما رو به اینجا رسونده. ولی خب امیدوارم که به زودی بشه این آزادی رو حداقل تو نسل خودمون به دستش بیاریم، هرچند همیشه دیره، ولی حداقل ماهایی که تو این بره از تاریخ داریم زندگی میکنیم حداقل ببینیم قبل از اینکه بمیریم، قبل از مرگمون تجربهش کنیم. خیلی بد گفتم، بیانم بد بود ولی کانسپت خوب بود. در واقع اگه خوب بخواید درکش کنید میتونید درک کنید. اینم بله دسته تیه اگر که خیلی وقت رو اعصابتونه، چون رو اعصاب خودم هستش خیلی. خب من برم این پایین موامو خوش کنم دوباره. نمیدونم چون اصلا نمیتونم موامو خیلی وقت سشوار نمیکشم، اصلا نمیتونم حالت بدم، خیلی داره گم میشه. حالا امیدوارم که نتیجه خوبی برسم، یعنی حالت نمیگیره، صاف صاف همینطوری، فقط یه فر ریزی هم دازه میخوره که زیاد جالب نیست. امیدوارم نتیجهش خوب باشه.
از تو شوخه کنده شد، باورم نمیشه. داشتم خودم نگاه میکنم داره خوب میشه ولی بیام نه. کنم بدک نشد. نمیدونم یکم هنوز خیسه لابلا ولی واقعا دستم درد گرفت. شاید یکم دیگه یه چند دقیقه دیگه بهشون برسم. پشت موام خیسه کف سرم، واقعا موی زیاد داشتن مصیبته. نمیدونم بذار یکم جمعشون کنم با این داستان بتونم یه کمی صورتمو بهش یه صفایی بدم. صفا که نه، یعنی یکم کرم بزنم و اینا. پس همون اومدم مثلا هیچی نمایلم هنوز به صورتم برای آبرسانی و این داستانا. بعدش دوباره موامو سعی میکنم درست کنم. این از این. الان که ویدیو رو قطع نکردم و همینجا ویدیو گرفتم، حداقل میدونم که تقریبا ساعت 7-8 دقیقه باید باشه. پس باید سریع باشه. من باید خیلی سریع حاضر شم. نمیدونم باید چیکارا کنم ولی آره باید خیلی سریع آماده بشم. هوام چه زود تاریک میشه. من این 2-3 هفته که اصلا بیرون نرفتم به واسطه اینکه بیشتر سریع میومدم خونه که یکم بتونم درس بخونم، ولی خیلی روزام تنبلی کردم و نخوندم، فقط رو تخت نشستم اینستاگرام گردی کردم که کار خیلی ناشایستی بود. به این واسطه اصلا نفهمیده بودم که اینقدر سریع هوا چیز میشه، داره تاریک میشه. الان مثلا ساعت باید 7:15 مثلا 7:10 باشه و داره تاریک میشه. اصلا انتظارش نداشتم که اینقدر زود تاریک شه. ولی خب اشکالی نداره. خب این از این. فقط یکم ابرومو درست میکنم و نمیخوام زیاد آرایشی کنم از این جهت که اون شبه بعدش سری بیام بخوابم دیگه نمیخوام صورتمو خیلی سنگین شده باشه. فقط یه دور صورتمو با فیس واش بشورم و بگیرم بخوابم بعدش احتمالا. کلا من آدمیم که ساعت 10:30-11 دیگه استارت بیهوشیم زده میشه. اصلا نمیتونم بعد از اون ساعت رو ببینم. میبینم خیلی به ندرت. از این ناز شدم. یه دونه تغییر ابرو. این ابروی منم داستان خیلی پیچیده‌ای داره که شکسته تو بچگی. همون سال آخر راهنمایی بودم فکر می‌کنم. آره دیگه 3 راهنمایی بودم که ابروم شکست. دقیقا هم ماهای آخری بود که تو مدرسه بودم. برای شکست فقط رژ لب کافی باشه. هم نظرتونه که من حال لب میزنم روش یکم یه شهر برق میزنه حداقل از بیارایشی بهتر. من اصلا کلا عادت ندارم خودم بدون آرایش ببینم. نمیدونم چرا. یعنی بیرون از خونه ها، نه اینکه تو خونه که خب خیلی هم ژولیده تر از حالت عادی بقیه دخترای شیطان پیتانم، ولی بیرون اصلا نمیتونم بدون آرایش. احساس میکنم یه چیزی کمه، انگار احساس میکنم لباس نپوشیدم. و بله خب من فکر میکنم همینقدر کافیه برای چیز. بیاین با هم دیگه بریم که دیگه لباس بپوشیم. خب یه دونه ست انتخاب کردم که بپوشمش. شلوارش و یه حالت سویشرت نمیشه گفت، من نمیدونم به اینا چی میگن. حالت سویشرت دیگه ولی خب پاییزیه. من اینو بپوشمش میخوام و احتمالا با خودم کت هم میبرم چون من خیلی آدم سرمایه‌ایم. خب فکر میکنم این اوکی واسه امشب. چرا یقش یه جوری وای میسته؟
خیلی هم یه جوری نیست. خوبه و فقط میمونه موهای خیس بنده که میرم یک دور دیگه احتمالا خشکش کنم و بیام. فکر میکنم همه حرفایی که زدم رو خوب نشنیدید چون میکروفون بهم وصل نبود. یادم رفت وصلش کنم. بله. حالا اینجا باشم فکر میکنم عالیه. خیلی پشت به نوره. کنم خوب باشه. بیایم تو آینه بهتون نشون بدم. آره اینطوریه دیگه. سته به نظرم چیز خوبی باشه واسه امشب. نظرتونه؟ احتمالا اینم روش میپوشم چون من آدم سرمایه‌ایم. اینم خوشگله بهش میاد. خب بریم که دیگه دیر نشه به اتوبوس برسیم. احتمالا همین الان باید هر لحظه ترمز کنه جلو خونم. اصلا ماشین اختصاصی واسه خودمون. اتوبوس دقیقا زیر خونمونه. ایستگاهش من خیلی خوبه. اصلا من که همیشه دقیقه 90. از اونجایی که این مراسم میاد بود تقریبا تا داونتاون نمیشه با ماشین رفت. واسه همین دارم با اتوبوس میرم. ولی خب راحت هم هستی که دنبال جای پارک نباید بگردی. با 7 دقیقه تاخیر اتوبوس بالاخره اومد. احتمالا نمیرسم به موقع. یک مسافت کوتاهی رو با اتوبوس من، حالا یک مسافت طولانی رو با پای پیاده برم. با اینکه پلیسای کانادا همیشه حس امنیت میدن ولی من هر وقت از کنارشون رد میشم میترسم. ببینید چی کار کردن با همون که از پلیسای نایس و گوگلی اینجا هم باید بترسیم. فقط صرفا به خاطر اینکه ماشیناشون گنده است. آره به خاطر اینکه ماشیناشون گنده است، خودشون گندن و کلا روی ماشیناشون نوشته پلیس. صرفا فقط به همین خاطر ازشون باید بترسی. میگن نه همیشه یعنی انقدر سریع در صحنه حاضر میشن و انقدر در واقع نایسن که باید حس امنیت بگیری. ولی نمیدونم چرا مثلا تپش قلب میگیرم میبینمشون. خیلی وقت بودش که واسه خودم پا نشده بودم بیام بیرون همینطوری صرفا واسه خرید وسایل ضروری و سر کار رفتن اومده بودم بیرون. و این بعد از مدت هاست که همینطوری زدم بیرون. و شهر اینجا دقیقا خیابون زنده شهره، پر کلاب و مثلا بار و اینجور چیزاست و قراره جلوترش تجمع کنن ایرانی‌ها. خیلی جالبه. هیچکی خبر نداره از اینکه اون سر دنیا داره چه خبر میشه. همه دارن بعد از ظهرشون رو میگذرونن و آخرین روزای پاییز گرمشون رو استفاده میکنن چون هفته‌های بعد قرار خیلی سرد و بادی بشه. دارم از خیابونایی رد میشم که یه زمان میمدم اوبر ایتس میکردم صرفا برای اینکه بیکار تو خونه نشینم و حس نکنم که بلا استفاده و به درد نخورم. و الان مثلا میبینم بعد از 1.5 سال نزدیک حالا 1 سال 7-8 ماه چقدر زندگیم عوض شده. اینجا همه چی وایب هالووین گرفته. رسیدم بهشون.